بچه هر موقع توی کنکورتون یک عبارتی اینطوری دادن که اشتراک، اجتماع یا تفاضل چند تا مجموعه رو اینطوری کنار هم داده بود، خب ابرا بهترین راه همون راهیه که ما بچه‌مون همیشه گفتیم، نمودار ون بکشن، خب عدد گذاری کنن. اگه باز یکی نگه آقا این روش مال من تو به ریاضی این روش رو اضافه کردم 1 2 3 4 درسته برادر؟ اونم بگیریم A، اینم بگیریم بله اینم میگیریم A، اینم میگیریم B. بله. حالا با این روش ببین چقدر ساده این سوال حل میشه. بله. ابرا A پریم اشتراک B. A پریم میشه A یعنی بیرون A، خارج یعنی A. 3 و 4. 3 و 4 این پایین می نویسم. 3 و 4 اشتراکش با B. اشتراکش با B که 2 و 3 میشه چی ابرا؟ اشتراک 3 و 4 و 2 و 3 چیه؟ جفتشون 3 هست. خب پس این یه تیکه شد 3. حالا گفته 3 و بیا اجتماعش رو حساب کن با یه چیزی. آقا B اشتراک A میشه چی؟ 2. حالا 2 منهای B پریم. B پریم یعنی خارج B که میشه 1 و 4. 2 منهای 1 و 4 یعنی هر آنچه در 2 باشد و در 1 و 4 نباشد خود 2 میشه. پس این یه تیکه میشه 2. اشتراکش با اجتماع A و B یعنی اجتماعش با B میشه 1 2 3. 2 اشتراکش با 1 2 3 میشه 2 یعنی میشه 3 اجتماعش با 2 که 3 و 2 میشه. 3 و 2 همون بیه. گزینه 3. خلاص.